سلام به همگی، وقت همگی به خیر باشه. آقا ما به تازه کانال یوتیوب زدیم، بعد همینجوری کارهای روزمره‌مون رو میذاریم تو یوتیوب بدون هیچ هدفی. حداقل الان هیچ برنامه خاصی براش ندارم. دوست داشتین ببینید، حمایت کنید. امروز هم یک شنبه است، اومدیم زمین چمن فوتبال مصنوعی. خودم قبلا بازی میکردم با دوستام، ولی خب دروازه‌بانم بودم. 1 سال پیش پام شکست و الان 7 پلاتین توی پامه، ولی خب هر هفته یک شنبه ها میام دوستامو میبینم، بچه‌ها رو میبینم. این خواستم این توضیح داده باشم. الان میذارم یه تیکه‌ای از بازی بچه‌ها رو ببینید، ولی خیلی خوب انتظاری نداشته باشید، بچه‌ها اونقدر سطح بالا نیستن. دوستان دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، برید بازی رو ببینید. امیدوارم که لذت ببرید. اولین تیرک و اوه چه گلی تا اومدم ویدیو رو بگیرم یه تیرک خورد، برگشتش گل شد.